بامدادتا که این هفته رو اختصاص دادیم به بیت کوین، دارایی که جدیداً با توجه به سقف‌هایی که زده جای خودش رو در کنار سایر اسط‌ها توی پورتفوی سرمایه‌گذاری باز کرده. این هفته با امیر خضری توی استودیو هستیم برای ارزیابی روند قیمتی بیت کوین و اینکه باید ببینیم چه سهمی از دارایی‌های خودمون رو میتونیم به رمز ارزها اختصاص بدیم. سلام امیر. منم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امروز مجدداً توی استودیو هستم و امیدوارم که جلسه خوبی رو با هم داشته باشیم. امیر، سوال اولی که میخوام ازت بپرسم اینه که خب توی کلاس بندی دارایی ها ما داریم جدیداً میبینیم که دیگه بیت کوین برای خودش جایی باز کرده در کنار سایر اسست هایی مثل طلا و ارزشمندی خودش رو داره روز به روز اثبات میکنه. میخوام ببینم این حجم بازارش دقیقاً توی روندایی که داریم میبینیم به چه شکله نسبت به دارایی های ارزشمندی مثل طلا که ریسک کمتری دارن و برآورد خودت رو از جاگزینی در واقع رمزارزهایی مثل بیت کوین توی سبد سرمایه گذاری چطوری میبینی؟ ببینید، با توجه به رشدی که اخیراً بازار رمزارزها داشتن و ارزش بازار کلشون که به بیش از 3 تریلیون دلار افزایش پیدا کرده، ما شاهد این هستیم که خب از اون دورانی که خیلی ها رمزارز و بیت کوین رو اصلا معتبر نمیدونستن و خیلی ها اعتقاد داشتن که بیت کوین یا بازار رمزارزها یک روزی کلاپس خواهد کرد و یک روزی کلا از بین خواهد رفت، به نظر من از اون دوران دیگه عبور کردیم. یعنی با توجه به ارزش معاملات و با توجه به سابقه‌ای که از معاملات رمزارزها در بازار شاهد هستیم، دیگه بیت کوین و سایر رمزارزها پذیرفته شده هستن برای سرمایه گذارا و دیگه تعداد خیلی کمی هستن که همچنان به این بازار اعتقاد پیدا نکردن. و در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم، بازار رمزارزها به بیش از 3 تریلیون دلار کل ارزش مارکتش افزایش پیدا کرده و خود بیت کوین هم که تقریبا یک سهم حدوداً 65% از کل این بازار داره به یک چیزی هولوش 1.7 تریلیون دلار افزایش پیدا کرده که با توجه به مارکت 17 تریلیون دلاری طلا به یک چیزی هولوش 1/10 کل مارکت طلای جهانی رسیده که خب نسبت خیلی بالایی هست و این باعث شده که خیلی از سرمایه‌گذارا، خیلی از مدیران سرمایه‌گذاری این اسست کلاس رو جدی‌تر بگیرن و یک سهمی رو به پورتفوی خودشون تخصیص بدن حتما از این بازار، چون بالاخره این بازار هم پتانسیل‌های خاص خودش رو داره، فرصت‌های خوبی رو ایجاد می‌کنه و استفاده از این فرصت‌ها در واقع باعث شده که تخصیص دارایی به این سبد افزایش پیدا بکنه. و ولی خب باید در نظر داشته باشیم که بیت کوین همچنان فلاکچویشن یا نوساناتش بسیار بالا هست و در واقع اگر بخوایم سهمی رو از سبد سرمایه گذاریمون به این بازار اختصاص بدیم، اون سهم همچنان باید پایین باشه. با توجه به ریسک بالا و ولاتیلیتی بالایی که این بازار داره، همچنان نمیشه سهم‌های خیلی زیادی و درصد خیلی زیادی از پورتفو به این بازار اختصاص داد. مثلا اگر که خودت، حالا من میدونم به عنوان مدیر در واقع دارایی داری فعالیت میکنی، سبدی که خودت در واقع داری چه میزان رمز ارزی درش هست؟ چون میدونم که خود همون پورتفو هم اینطوریه که اگر که سبد سرمایه گذاری داری که رو قسمت از در واقع رمز ارزها داره فعالیت میکنه، خود همون هم باز باید دایورسیفیکیشن رو انجام بدی روش. دقیقاً همینطوره. حالا در واقع درصدی که ما داریم اختصاص میدیم به رمزارزها و پورتفوی رمزارز از 10% تجاوز نمیکنه و خب این هم طبیعی هست. با توجه به ریسک هایی که این بازار داره، ما ترجیح میدیم که بیشتر از این درصد رو به این بازار اختصاص ندیم، اگرچه که ممکن استش که تارگت های خوبی رو برای این بازار در نظر داشته باشیم، ولی خب ریسک ها رو هم باید لحاظ بکنیم. توی همون 10% هم به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. یعنی ما به این صورت نیستش که کل اون 10% رو بخوایم به بیت کوین اختصاص بدیم یا اتریوم یا در واقع سایر آلت کوین ها، چون توی خود بازار رمز ارز هم ما در واقع ارزهایی رو داریم که ریسکاشون پایین هست و ارزهایی هستن که ریسکاشون خیلی بالا هست و توی خود بسکت رمز ارز هم ما ترجیح میدیم که اون رو هم دایورسیفای بکنیم و ببریم بیشتر به سمت ارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم که ریسکشون پایین تر هست و سهم کمتری رو به ارزهای اختصاص بدیم که ریسک بالاتری دارن.
طول بازه سرمایه گذاری رو بازار رمزارزها، یعنی اگر که درصدی از در واقع سبد سرمایه گذاری ما بیت کوین، قسمتش اتریومه و یه قسمتش هم آلت کوین های ریزه، میخوام ببینم که این طبقه بندی داره از نظر زمان بندی، که مثلا ما بگیم بیت کوین و اتریوم رو برای یه بازه زمانی بلندتر هولد میکنیم، ولی آلت کوین هایی که کوچیک‌تره تو بازه زمانی کوتاه‌تری میریم سراغشون، خرید و فروش یا تسویه رو اصطلاحاً انجام میدیم، یا نه به یه نسبت انجام میدی؟ طبیعتا همینطوره. در وهله اول که خدا با توجه به نوسانات زیادی که بازار رمزارزها داره، خیلی نمیتونیم دید ولیو اینوستینگ یا بلند مدت داشته باشیم، چون ممکن استش که به عنوان مثال بیت کوین تا $120,000 افزایش قیمت داشته باشه و بعد 3 ماه بعدش از $120,000 مثلا تا $60,000 مجددا کاهش داشته باشه. یعنی طبیعتا جنس این بازار به یک نحوی هستش که ما رو به سمت ترید های کوتاه مدت تر میبره. حالا نه دی تریدینگ و مثلا ترید های روزانه، ولی خب جنس این بازار جوری هستش که هر مثلا هفته یک بار، 2 هفته یک بار باید یک ریوایز و یک بازبینی روی سبد داشته باشیم. و یک بحث معاملات فیوچرز هست که در واقع اهرم هایی که میتونیم استفاده بکنیم توی این بازار و خب جنس در واقع معاملات فیوچرز و معاملاتی که لورجد هست، اونا خب به تبع باز پایین‌تر از معاملاتی هستش که ما بخوایم اسپات خریداری بکنیم و به یک دید میان مدت‌تر نگهداری بکنیم. گفتی که 10% سبد سرمایه گذاری رو در واقع اختصاص میدی به بیت کوین ها، به بیت کوین و در واقع سایر رمزارزها. الان که سنتیمنت بازار یه مقدار رشد کرده، آیا همچنان همون 10% یا نه آینده بهتری رو براشون متصور هستی؟ و اینکه میخوام ببینم اگر که حالا تحلیلی روی در واقع چارت داری برای ما از بیت کوین، رونداش رو به چه شکل میبینی و نقاط ورود رو به چه شکل؟ چون الان دیگه سقف تاریخی خودش هم شکسته و خب باید ببینیم که نقاط ورود بعدیمون عملا کجاها میتونه باشه. و اینکه خب تو این مدتی که من داشتم نگاه میکردم، خیلی از تحلیلگرا یا حالا صحبتایی که راجع به بازار رمزارزها میشه اینه که خب یه دید خیلی خیلی مثبت با رقمای خیلی بالا از بازار رمزارزها ارائه میکنن، ولی خب روندی که خب عملا خود بیت کوین داریم به زعم من دارم میبینم اینه که هر سال که داره میگذره اون دامنه در واقع رشدش، درسته که جای رشد داره ولی کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. این که ما باید آیندهش رو به چه شکل ببینیم هم ممنون میشم اگه برای ما بازش کنی، حتی اگر که رو چارت میشه. خواهش میکنم. حتما. ببینید، میتونیم نمودار بلند مدت قیمت بیت کوین رو با هم ببینیم و یک پیش بینی داشته باشیم. خب این سوال که آیا الان هم زمان مناسب برای ورود به بیت کوین هست مشخصاً، خب سوالی هستش که خیلی پرسیده میشه و خب خیلی هم به قول خودت تارگت های عجیب و غریبی از قیمت بیت کوین میدن، ولی خب باید در نظر داشته باشیم توی سایکل های مختلفی که بیت کوین روند صعودی رو تجربه کرده، توی هر سایکل مقدار رشدش طبیعتاً کمتر شده. خب این به این خاطر هستش که خب این بازار به بلوغ داره میرسه و ارزش بازارش داره افزایش پیدا میکنه و طبیعتاً نوسانات یک بازار مثلا 1700 میلیارد دلاری با یک بازار مثلا 50 میلیارد دلاری خیلی طبیعتاً میتونه متفاوت باشه. ولی خب اگر به روند بلند مدت بیت کوین نگاه بکنیم، یک سری سایکل ها و یک سری روندهای مشخص و منظمی رو میتونیم بهش برسیم. به عنوان مثال روندهای صعودی که بیت کوین تجربه کرده توی این 4 روند صعودی اخیر خودش، هر روند معمولا 2 سال زمان برده و خب از سال 2023 هم که روند صعودی فعلی شکل گرفت، حالا با توجه به در واقع اخباری که به بازار مخابره شد، خب تقریبا از اول 2023 این زمزمه به بازار اومد که فدرال رزرو میخواد نرخ در واقع سیاست انقباضی خودش رو تغییر بده و با توجه به اینکه تورم در آمریکا پیک 9% خودش رو زد و دیگه رو به کاهش رفت، یکی از محرک‌های اصلی بازار به وجود اومد. چون در واقع بازار رمز ارزها مثل هر بازار دیگه‌ای و اسید کلاس دیگه‌ای از شاخص‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های بانک مرکزی، سیاست‌های پولی مخصوصاً خیلی داره تبعیت میکنه و سیاست انبساطی، انقباضی، دوران رونق و رکود اقتصادی داره روی این بازار هم مثل بازارهای دیگه تاثیرگذار میشه و ما دقیقاً روند صعودی که از 2023 در واقع بازار رمزارز شروع کرده، همین رو هم به عنوان مثال روی بازار طلا شاهدش هستیم که همون کف بازار طلا هم توی محدوده $1600 اگر اشتباه نکنم از همین محدوده زده شد و روند جفتشون
صعودی شد. اگر ما قائل به این باشیم که روند فعلی بیت کوین هم مثل دوره‌های قبلی 2 سال زمان میبره، فوریه و مارس 2025 زمانی هستش که محدوده زمانی هستش که ما میتونیم برای سقف بیت کوین علاوه زمانی در نظر بگیریم. ولی خب و اون سقف رو کجا میبینی؟ اون سقف رو توی محدوده 100 و هلوش $30,000. یه مطالعه انجام شد توی در واقع مؤسسه توسط همکاران که خب ما در واقع نوسانات بیت کوین رو با یک 2 جمله‌ای در واقع سعی کردیم که تخمین بزنیم و محدوده‌های 2 انحراف معیار و 3 انحراف معیارش رو شناسایی کردیم برای تارگت‌های محتمل بیت کوین که حالا جلوتر هست خدمتتون نشون میدم. ولی مثلا نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم، یه سری اتفاقات خیلی مهم داره توی بازار بیت کوین میفته. همین بحث حالا یکی از مهمترین عواملی که اصلا باعث شد بازار بیت کوین خیلی رشد خوبی داشته باشه، چون بازار توی در واقع نوسانات خودش به عوامل بنیادین داره واکنش نشون میده و پیروزی ترامپ یکی از مهمترین عواملی بودش که باعث شد توی 1 ماه گذشته ما شاهد ورود پول به این بازارها باشیم. و یک نمودار جالبی که در واقع هست این هستش که AUM یا ارزش دارایی کل ETF های بیت کوین الان تقریبا به $100 میلیارد رسیده و برای ETF بلک راک مشخصا از AUM ETF بیت کوین بلک راک از طلای بلک راک بیشتر شده که این خیلی نمودار جالبی هست. ETF گلد بلک راک تقریبا یک سابقه بیش از 3 دهه‌ای داره و بیت کوینش تقریبا 2 سال هستش که قدمت داره از اول 2023 اگر لحاظ بکنیم و توی این 2 سال AUM بیت کوین از AUM طلای بلک راک افزایش پیدا کرده. خب این نشون میده که اقبال داره به این سمت افزایش پیدا میکنه و ما از اول سال 2024 هم یک ورود پول خیلی خوبی رو به ETF های بیت کوین تجربه کردیم. اصلا مورد پذیرش که قرار گرفتن خیلی موثر بود روی قیمت بیت کوین دیگه. در کنارش من داشتم چند تا مقاله میخوندم که خب خیلی نهادها و سازمان‌های دیگه هم اومدن به سمت سرمایه گذاری بیت کوین، یعنی تو پورتفولیوشون صندوق‌های بازنشستگی امریکا هم 1% حالا خیلی کمی ولی خب بیت کوین رو گذاشتن. خب با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی هم از ریسک پذیری خیلی کمی برخوردارن، عملاً میشه گفت که جای خودش رو باز کرده واقعاً توی اسید کلاس‌ها. دقیقاً همینطوره و این نمودارم به خوبی داره همین رو به ما نشون میده و اصلا به صورت کلی اگر بخوایم روندی که از 2023 صورت گرفت و برای بیت کوین در نظر بگیریم که کدوم عوامل بیشترین تاثیر رو گذاشته، به نظر من اولیش تغییر بالقوه‌ای بود که بازار انتظار داشت از سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا و همینطور سایر بانک‌های مرکزی جهان اتفاق بیفته که افتاد. یعنی تقریباً نرخ‌های بهره پیک زد، شروع به کاهش کرد و سرعت کاهش ترازنامه‌های بانک مرکزی هم کند شده و دیگه کم کم دارن کف می‌سازن و میرن به سمت انبساط پولی. و مورد دوم هم بحث رگولاتوری بود و پذیرش در واقع بیت کوین و این ETF ها در بازار باعث شدش که خب بازار روند صعودی خودش تقویت بشه و این 2 تا عامل تاثیر خیلی خوبی گذاشت. ترامپ هم من پیروزی ترامپ رو هم در ذیل همین بحث رگولاتوری و پذیرش ETF ها و پذیرش بیت کوین توسط نهادها و سازمان‌های بزرگ می‌بینم. آره عملاً قولایی که ترامپ داده برای رگولاتوری در واقع رمز ارزها که گفته تسهیلش می‌کنم این ماجرا رو، خب خودش خیلی تاثیر گذاشت روی فاندامنتال ماجرا و دیدیم که خب عملاً بعد از این اتفاق بود که سقف زد. دقیقاً. یه چیزی که تو صحبتات اشاره کردی اینه که خب بیت کوین هم مثل سایر اسیت‌های دیگه مثل طلا روی مؤلفه‌های اقتصاد کلان در واقع تاثیر میپذیره از اونا. ولی چند ماهه که ما داریم میبینیم که خب قبلا در واقع یه کورولیشن یا همبستگی رو روی چارت طلا و بیت کوین ما میدیدیم، ولی الان این همبستگی به هم خورده. اینو میتونی یه ذره برامون بازش کنی؟ ببینید یکی از دلایلی که میشه بهش اشاره کرد بحث ریسک‌های ژئوپلیتیک هست که روی طلا تاثیر مثبت گذاشت ولی روی بیت کوین یه همچین تأثیری رو مشاهدش نبودیم و فکر میکنم مهمترین عامل میشه گفت همین بوده. یعنی همین یه دونه عامله که این همبستگی رو به هم زده. به نظر من آره، یا میشه به مثلا ورود بانک‌های مرکزی به طلا هم اشاره کرد که اون هم محرک خوبی برای طلا بود ولی خب الان کم شده. الان باز کم شده و میشه به اینا اشاره کرد و این هم نموداری هستش که توسط همکاران ما تو مؤسسه شکل گرفته که حالا سعی شده که
نوسانات قیمت بیت کوین رو با یک تابع دو جمله‌ای در واقع تعریف بکنیم و محدوده‌های 2 انحراف معیار و 3 انحراف معیار بیت کوین هم مشخص شده و معمولا توی روندهای صعودی که بیت کوین شکل داده به محدوده 2 انحراف معیار یا اون خط سبز رنگش رسیده که اگر این سری هم بخواد به اون محدوده در واقع به اون تارگت قیمتی دست پیدا بکنه، محدوده $132,000 رو ما میتونیم قیمت تارگت اولیه بیت کوین در نظر بگیریم. و خب ولی این رو باید در نظر داشته باشیم که بازار آلت کوین ها میتونه رشد بیشتری رو تجربه بکنه، یعنی بعد از اینکه حالا رشد بیت کوین کند بشه، بازار آلت کوین ها که ارزش بازار کمتری داره میتونه با رشدهای خوبی مواجه بشه و به طور کلی دامیننس بیت کوین یا ارزش بیت کوین به کل بازار رمزارزها از محدوده 65% میتونه تا محدوده 40% هم حتی کاهش پیدا بکنه که این باعث میشه که پول یا جریان یعنی منابع پولی خوبی به سمت آلت کوین ها تزریق بشه و با توجه به ارزش پایینی که اونها دارن رشدهای خوبی رو میتونن تجربه بکنن. امیر، یه سوالی که دارم اینه که اگه ما یه نگاهی بندازیم به همین روند در واقع تاریخی بیت کوین، داریم میبینیم که خب تو نزولا خیلی شارپ تر ریخته. درسته. یعنی خیلی راحت پایین میاد و خیلی سخت بالا میره. این دلیل خاصی داره؟ ببینید دقیقاً همینطوره. یعنی اگر ما به روندهای یعنی در واقع سیکل‌های اصلاحی بیت کوین نگاه بکنیم، توی این 4 دوره هر دوره تا 78% روند قبلی خودش رو اصلاح کرده، ولی خب روندهای صعودیش هر کدوم بازش کوچیک‌تر و محدودتر شده. خب این در واقع بیشتر برمیگرده به این که خب در واقع چون اون افزایشه با نقدینگی باید همراه بشه حتماً و نقدینگی هم هر بار نیاز بیشتری بهش هست، خب طبیعیه که بخواد روندهای صعودی کوچیکتر و محدودتر بشه، ولی با توجه به ریسک زیادی که این بازار داره و بعضاً رشدهای شدیدی که میکنه و فاصله زیادی که از در واقع میانگین خودش میگیره، اون ریزش ها رو ما معمولاً داریم و طبیعتاً زیاد هست. البته که من شخصاً تصور میکنم با توجه به اینکه خب نهادهای خیلی زیادی جدیداً به بیت کوین وارد شدن و ETF های خیلی زیادی شکل گرفته، شاید در سیکل اصلاحی این دوره دیگه ما شاید مثلا 80% اصلاح قیمتی نباشیم و شاید اصلاح ها هم از این به بعد محدودتر بشه. امیر، من میدونم که غیر از حالا مؤلفه‌های اقتصادی کلان که بهش اشاره کردی مثل نرخ بهره و عوامل این چنینی یا حتی تاثیرات جنگ، یه سری مؤلفه‌های دیگه هست که از نظر تکنیکالی فکر می‌کنم تو بهش وزن میدی برای اینکه رمز ارزها رو بیاری توی پورتفوت. این مؤلفه‌ها چیا هستن؟ اگه اندیکاتوری داری ممنون میشم که بهمون بگی. خواهش میکنم. ببینید چند تا اندیکاتور هست که غیر از روند خود قیمتی و شاخص‌های اقتصاد کلان و بحث ورود و خروج پول به ETF ها دنبالش میکنیم و معمولا هم خوب علاوه تاریخی جواب دادن. یکی اندیکاتور پوئل هست که این اندیکاتور هم نشون میده که همچنان بیت کوین جا برای افزایش قیمت داره. البته که باید این نکته رو اشاره بکنم که در محدوده‌های فعلی ریسک ورود بالاست، یعنی هم اندیکاتور پوئل و هم اندیکاتور MVRV که من معمولا بهشون نگاه میکنم هر چند وقت یه بار، نشون میدن که ریسک ورود در نرخ‌های فعلی بالاست و چنانچه بیت کوین یک اصلاح قیمتی به محدوده‌های مثلا $80,000 تا $75,000 داشته باشه، مجددا توجیه برای ورود پیدا خواهد کرد. ولی در محدوده‌های فعلی بحث آلت کوین ها به نظرم میتونن جذابیت بیشتری داشته باشن برای سرمایه گذاری و در نرخ‌های فعلی باز میگم بخش کمتری رو باید به بیت کوین الان اختصاص داد. ارزهایی مثل اتریوم خب حالا با توجه به آپدیت هایی که توی شبکه خودشون داشتن الان جا موندن از قیمت بیت کوین، ولی به نظر من این پتانسیل رو دارن که این جا موندگی رو جبران بکنن. الان مثلا یه مدت هم هست که همبستگی در واقع کورلیشن بیت کوین و اتریوم هم خیلی خیلی کم شده. دقیقاً. ببین تکنیکالی کورلیشن کم نشده، یعنی مثلا زمانی که اتریوم میریزه بیت کوین هم میریزه، بیت کوین میره بالا اتریوم میره بالا، ولی اتریوم عقب مونده
یعنی مثلا توی یه لگ سعودی ممکن هستش که بیت کوین 10% رفته بالا، اتریوم 3% رفته بالا. یعنی همبستگی هستا ولی همجهت هستن، ولی خب متاسفانه پس تو اینو یه فرصت می‌بینی برای من اتریوم به نظرم این جاماندگی قابل جبرانه برای اتریوم و شاید اتریوم سقف $4000 رو رد بکنه و به سمت تارگت‌های مثلا $6000 هم حرکت بکنه و سایر آلت کوین ها به نظرم همچنان پتانسیل ورود و جذابیت دارن. برای اتریوم کجا رو فکر می‌کنی؟ اگه تا کجا اصلاح بکنه میتونه نقطه خوبی باشه؟ اتریوم الان چیزی که دارم میبینم نرخ‌های نزدیک به $3000 و نهایتاً $2900 برای ورود مناسبه. به تارگت حالا $6000 میتونه به نظر من بهش برسه. ولی خب برای بیت کوین هم در نهایت سقف $130000 رو در نظر داریم و در نرخ‌های فعلی هم ریسک ورود بالاست. ریسک جنگ اونقدری که میتونه روی طلا تاثیرگذار باشه برای در واقع بیت کوین هم میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟ ببین ریسک جنگ به نظرم تا جایی که الان بازار به ما نشون داده روی طلا میتونه تاثیر بهتری داشته باشه تا توی رمزارزها و میتونه که باعث، چون از یک جهتی اگر جنگ واقعا قرار باشه که شدت بگیره و تاثیرات اقتصادیش گسترده بشه میتونه باعث رکود بشه، باعث بحران اقتصادی بشه و مثلا تجربه‌ای مثل علاوه اقتصادی مثل بحران کرونا رو ایجاد بکنه، یعنی تقاضا برای اوراق قرضه افزایش پیدا بکنه و شاخص دلار و سایر دارایی‌های ریزرو تقاضا براشون افزایش پیدا بکنه و از این منظر ممکن استش که بیت کوین تاثیر منفی بگیره در کوتاه مدت. به همین خاطر اگر واقعا ریسک جنگ افزایش پیدا بکنه و ابعاد جنگ گسترده تر بشه و به اقتصاد هم کشیده بشه، باعث بحران اقتصادی بشه، به نظر من طلا رو اون موقع دارایی سیف تری میدونم برای سرمایه گذاری. درسته. خیلی ممنون از اینکه همراهی کردی ما رو. پس عملاً برای بیت کوین باید تا اصلاحش توی محدوده‌های 70 یا 80 هزار تا در واقع صبر بکنیم، ولی برای ورود روی آلت کوین هایی مثل در واقع اتریوم و سایر کوین های کوچیک‌تر به نظر که الان موقعیت جذابیه. بله. ممنونم. مرسی که ما رو همراهی کردی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.